سلام علیکم، خوب هستم؟ بخیر. اجزایی رستم دمینجا کویتا زندگی میکردم. 35 سال میشه دمینجا کار نداشتم. اشتکایم هم کار نداشت. باز یک روز چاپا آمد، اشتکای مرا سیاسره را پرتاب ما گرفتم. باز مجبور شدم اشتکاره را برد. باز خورم آمده ما گفتم اشتکایم است یه بوار مایم میرم. گفتم حولیا مان چیزا مان خاله نمی سیاسره را اشتکاره کشیده در بلدک. 4 بجه شام خوانده ما مردم در بلدک رسیدم. باز زنجیر بند بده یک شده اینجا تیر کردم. او طرف اونا کمک کرد قطع نان مان. باز صبح 8 بجه باز دیگه راه واز شد. باز این طرف تیر شدم. خوب مجاهد خوب کمک نان خدمت کرد. در اونجا هم کمک کرد، این طرف هم کمک کرد. یک چیز رای خرچری هم داد. تمام مردم کل مجیب ما 8000 بکلدر بود. او که از بلدک خرج شده آمد این طرف اینا مترکره را نانا را کلش خدمت شکات خانه شن آباد. اینجا ما مردم 5 شب میشه اینجا خواب هستم. جای ما ندارم. علی دروازه کی را میتکنه که برای یک شب جای بده گفته. یعنی می خدمت است. چند سال در پاکستان بودی؟ 35 سال میشه در پاکستان بودم. در کویتا. پشتش دق نشدی؟ نه چرا دق میشه؟ من هر چیزی باشه دق که میشه. اما اسبا ما اینو من خاطر از اینا دق میشه که یک 2 لگر پس 2.5 لگر پس 3 لگر پس اسبا من غریبه میگن گم نزن دیگه نه که میگه یک شبلق نزن میگه کالایش چرکه نمی واری است دیگه. این طرف تیر شد ما مردم خرچی جای ندارم. اینم جای مشکل است دیگه مشکل است. اونجا چی کار میکردیش؟ اونجا مردی کارو میکردم دیگه. مردی کاری دا اونجا مردی کارو میکردم. 1500 روپیه 1200 روپیه مردی کارو بودم. کدام دکان مکانم نداشتم. راست خدا را بگم دیگه مردی کارو میکردم. مردی کاری میکردی؟ در اونجا خانه و کل چیزا خودی به مصرف خود جور کرده بودی؟ مصرف زمین از اینا دیگه کس بود. مصرفش از ما بود. 3000 روپیه کرایه میدادم. بازارم تر روز تیر شده بودم. 35 سال اونجا تیر کرده بودم. خب اینو من ما چوبا ما دیگه دروازه ما دیگه الماریا ما هم کمپل ما بالا بالا بتر اونا ما دیگه نمی کلی چیزا ما دیگه خالی آمدی؟ خالی آمدم. خالی اشتکاره از دشتش گرفته تیر شدم. تشکر خیر. جور باش، سلامت باش.